روشت کارهای داخلی شهر دوشنبه شام 21 ینور سال 2024 از بازداشت با 13 نورس در پی زنوزنی شب 20 ینور در کوچه مایاکوفسکی پایتخت تاجیکستان خبر داد. چنین به نظر می رسد که این بار هم نورسان به تقلید و تاثیر سریال روسی سلووا پاتسانا از گریبان یکدیگر گرفتند. از اول سال نو این علاقه دومین مورد بازداشت نورسان برای افبوشه تحت تاثیر این سریال است. روز 21 ینور کانال پرویز تیوی در شبکه‌های اجتماعی ویدیوی زنوزنی گروهی بین نورسان در محله 33 پایتخت در نزدیکی کارخانه شیرین را نشر کرد. علاقه شام 21 ینور همگی چند ساعت بعد نشر این نوار روسط کارهای داخلی شهر دوشنبه وابسته به حالت مذکور به اطلاع شهروندان رسانیدند که حادثه 20 ینور تقریبا ساعت 20:00 دقیقه در کوچه مایاکوفسکی رخ داده است و کارمندان میلیس پایتخت خود همان روز در نتیجه پیشبرد یک قطار چهاربینی‌های اپراتیوی سنجشی 13 نابالغ را بازداشت نموده سر وقت پیش روی مناقشه و عاقبت‌های ننگاور را گرفتند. خود این نورسان و نزدیکانشان برای شرح قضیه دسترس نیستند، ولی بنا به اطلاع میلیسیا ضمن سنجش معین کرده شد که قبلا خوانندگان مکتب رقم 8 نویه اسماعیل سامونی و خوانندگان مکتب رقم 43 و 52 نویه سینا توسط شبکه اجتماعی اینستاگرام بین همدیگر مناقشه لفظی نموده با این مقصد از دو جانب گروه نورسان جمع شده میخواستند با همدیگر مناقشه نموده ترتیبات جمعیتی را دغلانه ویران کنند. رئیست وزارت کارهای داخلی دوشنبه بار دیگر تاکید کرده است که محض کاربری سر وقتی از جانب کارمندان میلیس باعث گشت که مناقشه مذکور با عاقبت‌های فلاکت‌آور پیشگیری کرده شود. وابسته به این حادثه نسبت به والدان این 13 اشتراکچی نابالغ در کوچه مایاکوفسکی طبق طلبات ماده 90 کودکس حقوق ویرانکنی ماموری جمهوری تاجیکستان برای بی‌مسئولیتی نسبت به تعلیم و تربیت فرزند پروتکل‌های حقوق ویرانکنی ماموری ترتیب داده شده جهت چاره‌جویی به دادگاه ارسال کرده شد. این بند قانون هم چون جزا برای ویران کردن قانون یعنی مسئولیت پدر و مادر جریمه به اندازه از 3 تا 5 نشان دهنده برای صبح یعنی به مبلغ از 216 تا 360 سومونی یا $32 را مقرر کرده است.